حجتگذاری منزل و دیگر اموال غیر منقول در تاجیکستان از این بابت آسان‌تر خواهد شد. این نکته در نشست خبری کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی تاجیکستان ذکر کرده شد. مسئولان این کمیته با تاکید این نکته گفتند که در نهادهای زیرتابع این کمیته یک روزنه یگانه فعال کرده شده است که از این بابت تمام حجت‌های مربوط به منزل و دیگر انشاءات را ساکنان می‌توانند از همین یک روزنه دسترس کنند. اولا چیزی که شما می‌دونید در کمیته زمین قطعه زمین بخیر میگیرن شرکت می‌دونن MBT هیچ خیلی می‌گیم MBT یا مرمون که بخیر میگن شغلنامه می‌دونن و دیگر عقد حقوقی درجه‌ای به مانند هیپاتیک دیگه شد وزارت عدلیه بخیر میگیره و همین سه مقامات یک مقام کردن که شخص واقعی فقط یک مقام مواجهه. مسئله تصویب و علامتگذاری مرز تاجیکستان با کشورهای همسایه نیز یکی از مسئله‌های مبرم در این نشست بود. خبرنگاران از مسئولان پرسیدند که آیا تاجیکستان در علامتگذاری مرز با تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان تا کجا موفق شده است. در قسمت شرقی جمهوری تاجیکستان ما با جمهوری چین 494 از 4 کیلومتر سرحدی دولتی داشته اوید و بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری خلقی خیتای سازشنامه اوید و دمارکاسی خط سرحدی دولتی از سال 2010 و سال 2011 به امضا رسانده شده است. جمهوری تاجیکستان در منطقه غرب و شمال غربی با جمهوری ازبکستان تقریبا با 1336 کیلومتر سرحدی دولتی دارد. از آن امروز 1104 کیلومتر دلیمیتاسیون کرده شده با عهدنامه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان درباره سرحدی دولتی جمهوری ازبکستان از سال 2002 به رسمیت درآورده شده و امضا رسانیده شده است. 107 کیلومتر گزارش خط سرحدی دولتی باشد در سطح راهبران کمیسی بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان اوید به دلیمیتاسیون و دمارکاسی سرحدی دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان موافقه کرده شده و امضا رسانیده شده است. باقی مانده آن امروز گفت و شنید رفته ایستاده است و من باوری کامل دارم که همین روزهای نزدیک این حال و فصل خود را می‌یابد. و این چنین خط سرحدی دولتی جمهوری تاجیکستان با جمهوری قرقیزستان تقریبا 987 از 5 کیلومتر را تشکیل نموده. 592 از 2 کیلومتر آن در سطح راهبران هیئت‌های دو جانبه موافقه کرده شده و امضا رسانیده شده است. باقی مانده امروز من رئیس کمیسیون معاونی سروزیر جمهوری تاجیکستان محترم عزیز ابراهیم میباشم. امروز بسیار معامله‌ها با ما معامله‌های خوب داریم، هم با جمهوری ازبکستان هم با جمهوری قرقیزستان گفت و شنیدها رفته ایستاده است. ما البته من منفعتی ملی خود را امروز یک نظر کرده آیدی مثلا کاربری بکنیم و من باوری کامل دارم که یگان معما نیست. امروز معامله ما هم با جمهوری قرقیزستان خوب است هم با جمهوری ازبکستان بین‌المللی خوب است. موضوع تقسیمات عادلانه پارچه‌های زمین به ساکنان برای بنیاد منزل از موضوعهای داغ دیگری بود که خبرنگاران تکرار به تکرار از مسئولان سوال می‌کردند. در شرح این سوال‌ها رئیس کمیته اداره دولتی زمین و گیاه‌دزدی تاجیکستان جناب رجب بوی احمدزاده گفت زمین در تاجیکستان مالکیت استثنایی دولت است و آن به هیچ وجه فروخته نمی شود. در چارچوب قانون همون کودکس‌های زمین و واسطه تلویزیون فایده غصب زمین که امروز خلابا مردم فریب نتونن در جماعت‌ها در دیهات‌ها که بسیارشون رسمی میرن کار کردگی اونده اصلا خلاب دست خلابا فرامدگی ما هر یک ده همینه نشان دادیم که امروز گمراه نشوند. اگر به مبلغ میتیاد اگر امروز هم خودش نزد قانون به جا میتیاد و حالت اولو برگرداندن بیان و مبلغی وی امروز دولت و حکومت نمیتیاد برای اینکه وی امروز غیر قانونی رفتار کرد. عبدالله اشرف، امرالدین علیموف، رادیو آزادی، دوشنبه.